سلام به همه دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. مرسی که از این دوره و کانال حمایت میکنید. توی این جلسه همونطور که میدونید میخوام درباره کامنت ها صحبت کنم. کامنت ها توی انواع زبون برنامه‌نویسی هست و خیلی هم مهمه. حالا کامنت ها چی هستن و کجا به کارم میاد؟ از کامنت ها میتونید برای توضیح کداتون و یا برنامه‌ای که دارید مینویسید استفاده کنید. که باعث چی میشه؟ باعث این میشه که فهم کدتون بیشتر شه، نه اینکه برنامهتون بهتر بفهمه. خودتون اگه خواستید دیولپ کنید، توسعه بدید، یا اگه که شخص دیگری خواست بیاد کد شما رو ویرایش کنه، از کد شما سر در بیاره و بفهمه آقا این کد برای چی نوشته شده. یه نکته دیگه هم که وجود داره، کامنت ها زمان اجرای برنامه توسط کامپایلر نادیده گرفته میشن و یه جوری تو خروجی نمایش داده نمیشن. کامنت گذاری توی برنامه نویسی یکی از ابزارهای بسیار بسیار مهمه. این یعنی چی؟ برای مثال بخوام مثال بزنم، تو توی شرکتی داری کار میکنی و چند نفر دیگه هم با تو روی یک پروژه دارن کار میکنن، درسته؟ با خوندن کامنت های همدیگه میتونید از کارکرد کدهای همدیگه درک بهتری داشته باشید، یعنی راحت‌تر میفهمید. خب این خیلی کمکتون میکنه تا اینکه بخواید 2 ساعت بشینی از بالا تا پایین کد رو نگاه کنی، ببینی اصلا این کد داره چه دیتایی میگیره، چه کاری داره انجام میده و چه خروجی داره میده. شما با خوندن کامنت خیلی مختصر میتونید بفهمید که آقا این برای چیه. یا حتی اگه خودتون بخواید روی پروژه کار کنید، یه پروژه شخصی، مثلا اون پروژه دارای 400 خط 500 خط کده، میشه توی برنامه نویسی بعضی وقتا اتفاق میفته که کد شما خیلی تعدادش بالاست. شما زمانی که رسیدی به خط 400 یه مشکلی توی مثلا اوایل کداتون باشه، برگردید اونجا شاید اصلا نفهمید این کد بر چی نوشتید و اینجاست که نقش کامنت ها بیشتر نشون میده خودشو. حالا چطوری کامنت بذاریم؟ بیاید من یه دقیقه وی اس کد رو باز کنم. من پروژکتور رو بندازم توش. الان فکر کنم پروژکتور توش هست. بله. الان وقتی شما اکسپلور رو باز میکنید، اسم فایلم الان اینجا پروژکتور رو زده، یعنی پروژکتور رو شناخته، ولی من باز درگ میکنم میندازم توش که مطمئن بشم. فایل رو بزرگ میکنم، این برنامه رو بزرگ میکنم، یه فایل جدید درست میکنم به اسم comment.py، یه فایل پایتونی به اسم کامنت درست میکنم. خب برای شروع مثلا این کد قراره کی بنویسه؟ برای کجا قراره بنویسه؟ این کد قراره برای پروکتت نوشته شه، برای کانال پروکتت. من اینو کامنت میکنم. کی قراره بنویسش؟ محمد حسین مثلا. خب برای چه موضوعی؟ برای کامنت. خب میبینید، بذارید من اصلا اینجا یه چیزی پرینت کنم. من اینجا میزنم پرینت یوتیوب، درسته؟ الان من اینو اجرا کنم، همونطور که شاید بدونی کامنت ها توی خروجی من نمایش داده نمیشن و فقط یوتیوب نمایش داده شده، چون کامنت ها این خاصیت رو دارن که از دید کامپایلر نادیده گرفته میشن. خب کامنت ها میتونن انواع مختلفی نوشته شن. کلا انواع مختلفی که میگم 2 نوعه ها، ولی همین 2 نوع میتونه به روش‌های مختلفی. همین روشی که الان دارید میبینید میتونه چجوری بشه. مثلا یه کامنت من جلو میذارم، می‌نویسه مثلا یوتیوب مثلا. خب اینجا مثلا هشتگ یوتیوب زدم، یا مثلا خب این زیاد محتوا نداره که من بخوام اینو کامنتش کنم، ولی خب شما اگه یه کدی نوشتید و اون کد یه عملیاتی داره انجام میده، میتونید اینو کامنت جلوش بکنید. یه راهش اینه که آقا هشتگ بذارید، یعنی شیفت همون 3 بذارید هشتگ و کامنت جلوش بنویسید. یه راه حل دیگه چیه؟ مثلا شما این نوشته اینجا دارید، میخواید اینو کامنت کنید، درسته؟ حالا نمیدونم چی الان اومده، شاید اکستنشنی که من دارم، ولی حالا اینو مهم نیست. برای کامنت کردن یه راه حلش اینه که آقا بیاید اول خط هشتگ بذاری، این کامنت میشه. یه راه حل دیگه چیه؟ بیای اونو مثلا حالا یه تیکش رو درگ کنی یا رو همون خط باشی، گزینه کنترل اسلش رو بزنید، این کامنت میشه. ولی فرق هشتگ گذاشتن با کنترل اسلش چیه؟ یکی اینکه خب راحت تره. مثلا الان میخوام از کنترل اسلش استفاده کنم، تمام خطای کامنتی که الان دارم درگ میکنم کنترل اسلش،
تمام فایل ها رو، تمام خط ها رو از حالت کامنتی خارج میکنه. مثلا آقا اینا اصلا کامنت نبوده، میخوام کامنتش کنم، همه رو درگ میکنی کنترل اسلش، سریع همه رو به قولی کامنت میکنه. این یه راه کامنت گذاشتنه. روش بعدی روش کامنت گذاری چند خطیه. یعنی چی؟ گفتم مثلا شما میتونید اینجوری بنویسید، بعد مثلا بیاید اینجا بنویسید اینجا مثلا بیاید بنویسید اینجا بیاید بنویسید. خب این یه ذره حرکت قشنگی نیستی به هر خط تو اینجوری مصرف کنی. خب چیکار میکنی؟ میای 3 تا دونه تک کوتیشن یا دابل کوتیشن، 3 تا دونه دابل کوتیشن گذاشتم، اینو پاک کنی هیچی نداشت، 3 تا دابل کوتیشن هم پایین. خب الان من داخل این هر کدی رو بنویسم این به حالت کامنت میدونه. حالا نه که شما بیاید همینجوری بنویسید مثلا، من فقط صرفا میخوام جهت نمونه و مثال اینجوری مینویسم میره جلو. شما بیاید همیشه محتوای درست و کدای با معنی دار بنویسید، کامنت های معنی دار. هم میتونه دابل کوتیشن باشه هم تک کوتیشن. حالا من میخوام این پایین بنویسم که تو جزوه باشه. دوستان با این توجه داشته باشید من تمام این جزوهایی که دارم مینویسم، تمام این فایل های پیوایی که پایتونی که دارم مینویسم توی گیت هابم میذارم. شما اگه دوست داشتید میتونید برید تو دیسکریپشن، حالا من آدرس گیت هاب خودم میذارم، شما اگه دوست داشتید میتونید برید این فایل ها رو دانلود کنید یا مثلا کپی کنید یا هر چیز دیگه میتونید ازش استفاده کنید. خب این از این. بریم یک ذره بیشتر عملی صحبت کنیم درباره کامنت. مثلا من اینجا متقاعد دارم به اسم age 20، درسته؟ شما الان بیاید این کد من رو نگاه کنید. حالا من نمیدونم این چی اصلا اومده، فکرم یه اکستنشنی دستم خورده نصب شده، چی شده این اومده. شما میید اینجا یه کامنت میذارید به اسم age. خب یا اصلا کامنت نمیذارید، مینویسه age برابر است با 20. خب این خیلی قشنگی، شما از نام‌های توصیفی استفاده کردید، میدونید این 20 متغیر age برای سن، ولی شما میتونید با کامنت اینو معنی دارتر کنید. مثلا میذارید age of محمد، سن محمد. الان اگه بخوای اینو پرینت کنی مثلا age، میدونی که آقا این سن محمده. حالا اینجا مثلا 20 میزنه، شما مثلا میتونی اینو مدل‌های مختلفی ویرایشش بدی و بهترش کنی. یا مثلا بخوام یه جوری دیگه مثال بزنم، میزنم نیم برابر است با مثلا محمد حسین. خب این بالا کامنت میکنم first name. خب الان میدونیم که آقا این اسم کوچیک من، یعنی یه کسی از بیرون بیاد فکر نمیکنه که آقا حسین فامیلی منه. مثلا محمد حسین، محمد اسم کوچیک منه، حسین فامیلی منه. این صرفا یه ذره باید خودتون باش کار کنید دستتون بیاد که کلا ماجرا چقدر. خب من این فایل رو سیو میکنم. بریم که تو اون فایلی که من اینجا درست کردم به عنوان تز یه نگاهی بندازیم. دوستان فقط توجه داشته باشید اصلا به کدها نگاه نکنید، یعنی مثلا گیج نشید ایمپورت چیه، نامپای چیه، اینا چیه، این چیه. خب من صرفا فقط میخوام یه چند تا کامنت بذارم که ببینید داستانا کلا چقدره. مثلا من اینجا کامنت میذارم پروکتد، یا مثلا بیاد بزنیم پلات باینوم distribution یه دونه تابع توضیح. مثلا اول یه چیزی شما بگم، این برنامه من قراره چه کاری انجام بده از نامپای. حالا یه پکیجیه، حالا اینا رو میگم اصلا نمیخواد به این چیزا دقت کنید، فقط میخوام یه چیز کلی شما بگم. یه سری اطلاعات رو ما کتابخونه میگیریم، یه دیتایی درست میکنیم و اونو میخوایم نمایش بدیم. حالا اینو من الان مطالبم به مشکل خورده نمیتونم الان این اجرا بگیرم، ولی در کل اصلا اینش مهم نیست، فقط میخوام کامنت گذاشتن به شما بگم. اینجا میام یه هشتگ میذارم، میگم add package to app، مثلا تو حالا VS Code، تو برنامه هرچی. خب یه همچین کامنتی میذاری، یعنی آقا این بخش برای کامنت هاست. خب اونا رو برش کن، میای پایین. اینجا این دیتای من ایکس من یک دیتای چیه؟ یه دیتای فیک. من خودم دارم یه دیتای درست میکنم که فقط نمایش بدم. اینجا میذارم دیتا for test مثلا. خب اینجا هم مثلا اینجاش قشنگه،
فانکشن پلات دو تا از ما ورودی میگیره. مثلا یه مقدار اول میگیره که محور x هاست، یه مقدار دوم میگیره که محور y هاست. خب اینجا میام من این کامنت میذارم، می‌نویسم پلات، یه پرانتز باز میکنم، اینجا میزنم x، اینجا میزنم y. خب که آقا اینا کلا داستانش چیه؟ یا مثلا میتونید اینجا یه توضیح دیگه هم بنویسید، مثلا بزنید مثلا PMF یعنی probability density function. خب مثلا تابع توزیع فکر دارم درست میگم، تابع توزیع احتمال. آره probability density function، تابع چگالی احتمال. آره فکر کنم. خب این مثلا اینجوری میشه. شما با کامنت گذاری فهم بیشتری از کدتون میارید. مثلا شاید یکی ندونه باینوم چیه، خب چون باینوم تابع توزیع برنولیه به فارسی، و شاید کسی ندونه برنولی میشه باینوم. مثلا باید بره سرچ کنید. شما مثلا میتونید برید اینجا کامنت بذارید جلوش مثلا باینوم برابر است با برنولی. خب میدونین همینجوری میتونید درک کداتون رو بیشتر کنید. من فقط خواستم اینجا یه برنامه بیارم که فقط شما ببینید کامنت گذاشتن چقدر خاصیت داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. زیادم نید زیاد بنویسید، مثلا یه دونه 3 تا اینا باز کنید، برید پایین‌تر 3 تا دونه اینا، یه 20 خط برای خودتون کامنت بذارید که مثلا این 4 تا خط کد میخواد چیکار کنه. اینجوری هم قشنگ نیست، خیلی مختصر و مفید بذارید. خب دیگه سرتون رو درد نیارم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن فراموش نشه. لطفاً کامنتاتون هم انگلیسی بذارید که ساعتون نپره، به خاطر این الگوریتم یوتیوب، به خاطر اینکه آی پی ایرانی هی داره تغییر میکنه، اکثر کاربر ایرانیو ربات تشخیص میده و خب ساباشون رو میپرونه. پس خیلی ممنون میشم که کامنت انگلیسی هم بذارید، لایک هم بکنید که شما رو ربات تشخیص نده. ویدیوی بعدی میریم برای استرینگ ها. شاد و موفق و پیروز باشید. فعلا خدا نگهدار.